این اندوخته کفاف مقابله با چنین بحرانی را نمی‌دهد. اسموند، تو به عنوان خزانه‌دار باید راههایی برای تامین هزینه داشته باشی. بهترین راه همیشه افزودن مالیات‌ها و گرفتن خراج بیشتر از مردم بوده. نه، این روش نیازمندان را در تنگنا قرار می‌دهد. اگر کسی مالیات گزاف نتواند بپردازد چه؟ گمان می‌کنم راه‌های بهتری برای تامین هزینه وجود داشته باشد. درود بر عالی جناب یوزارسیف. درود خداوند بر تو. اینجا چه می‌کنی؟ درود خدا بر پنتوون اسموند. درود بر این روز. عالی جناب، دیروز هورمهوب به دیدار آنخماهو در معبد رفت. نمیدانم بین آنان چه گذشت. من خیلی نگران هورمهوب نیستم. اون ممکن است شیفته قدرت باشد، اما اهل خیانت به آمنهوتپ نیست. فکر نمی کنم به سادگی خود را بفروشد. امروز هم آنخماهو به دیدار بانوتی رفته و از ایشان خواسته تا بر علیه شما اقداماتی انجام دهد. تو خود آنها رو دیدی؟ نه، ندیمه بانوتی خبر آورد. ساعتی پیش هم بانوتی به دیدار آمنهوتپ رفت. تردیدی نیست که هدف انجام خواستهای آنخماهو بوده. همه چیز ممکن است، اما خیلی نگران این حوادث نباشید. ماجرای من و آپوپیس را به خاطر دارید. همه دسیسه معبد بود. میدانم کاهنان معبد آمون برای رسیدن به مقصود از انجام هیچ عملی ابا ندارند، اما من هم خدای توانای خود را دارم و خود را به او میسپارم. اگرچه به آنها هم حق میدهم. کاهنان معبد آمون موجودیت خود را در خطر میبینند. باید برای بقای خویش تلاش کنند. اما تردید ندارم که در این مبارزه من و خدایم پیروز خواهیم شد. عالی جناب آمنهوتپ فرمانروای مصر یوزارسیف حکیم را احضار فرمودند. بسیار خوب، همینک خواهم آمد. اگرچه بانوتی سعایت و بدگویی خود را کرده است، اما اصلا جای نگرانی نیست. امروز که نیلفرکپتاه را دیدم هنوز کینه دیرینه را داشت. در مورد عالی جناب یوزارسیف چیزی میگفت؟ آری، میگفت منتظر فرصتی است تا انتقام بگیرد. میدانم نیلفرکپتاه انسان خطرناکی است، اما اصلا جای نگرانی نیست. عالی جناب یوزارسیف اجازه ورود میخواهند. درود بر فرمانروا و بان. درود بر یوزارسیف حکیم. خوش آمدی یوزارسیف. آنقدر به کار مشغول شده ای که ما را فراموش کرده ای. مشغول انجام وظیفه‌ام. پیک فرمود احضار کرده اید. خدمت رسیدم. مایل بودم از اقدامات انجام شده در چند روز اخیر مطلع شوم. هنوز کاری صورت نگرفته جناب فرمانروا. تا دانسته های من تکمیل نشود اقدام بیفایده است. مثلا باید بدانیم مردم مصر چند نفرند، تعداد زن و مرد، بزرگ و کوچک چند نفر است، این تعداد در هر شهر چگونه است، چند نفر شهرنشین و چند نفر کشاورز داریم و باید بدانیم چه مقدار زمین قابل کشت داریم و در کدام مناطق هستند. در آن صورت میتوانیم اقدامی سنجیده انجام دهیم. زمین‌های قابل کشت ما فقط در اطراف نیل است. شناسایی آنها کار چندان مشکلی نیست. من گمان میکنم هر زمینی که آب داشته باشد قابل کشت است. در آن 7 سال فراوانی نه تنها نیل پر آبتر می شود، بلکه به اراده خداوند باران همه سرزمین مصر را سیراب می کند. این خداوند یگانه تو چه کارها که نمی کند. بارش 7 سال باران بر همه مصر. در آن صورت تمام سرزمین مصر را میتوان کاشت؟ باید به همه کشاورزان بگوییم هرچه میتوانند بکارند. مازاد بر نیازشان را حکومت مصر به قیمت مناسب از آنان خریداری می‌کند. این همه سرمایه را برای خرید گندم از کجا بیاوریم؟
اول از طریق بخشودگی مالیاتی و دوم خرید گندم به بهای زمین. هر کس به نسبت گندمی که تحویل حکومت مصر می‌دهد صاحب زمین‌هایی می‌شود که روی آن کار می‌کند. این زمین‌ها در طول تاریخ پشتوانه حکومت و تضمین اقتدار فرمانروایان مصر بوده. چگونه آن را به دیگران ببخشیم؟ با واگذاری آنها حکومت ما به سادگی آسیب پذیر خواهد شد. در عوض شما صاحب تمام ثروت و املاک معبد آمون می‌شوید. 3000 سال است کسی نتوانسته اموال آمون را از کاهنان بگیرد. شما چطور خواهید گرفت؟ ما به زور از کسی چیزی نمیگیریم. آنها به اختیار خواهند داد. من هنوز پاسخ خود را نگرفتم. با بخشش زمین ها حکومت ما تضعیف می شود. این ساده است. ما گندم رایگان به کسی نمیدهیم، چه کاهنان و چه ثروتمندان. یا باید سکه و ثروت خود را بدهند یا زمین و مایملک خود را. بدین ترتیب همه آنچه را که به کشاورزان نیازمند بخشیده‌ایم دوباره به دست می‌آوریم. اگر ثروتمندان و کاهنان خود گندم ذخیره کنند نیازی به خرید گندم از ما ندارند. به شما اطمینان می‌دهم که جز حکومت مصر هیچ کس قادر به ذخیره سازی گندم نخواهد شد. آیا راه دیگری برای تامین سرمایه مورد نیاز نیست؟ چرا؟ هست. اگر اجازه دهید می‌خواهم در اولین فرصت با مردم سخن بگویم. فکر می‌کنید اگر از مردم کمک بخواهید همکاری کنند؟ من امیدوارم که ما را یاری کنند. ضمناً خبردار شدم که جسد خوابگزار بزرگ معبد را از نیل بیرون آوردند. یعنی غرق شده؟ نه، اطمینان دارم که او را غرق کردند. یعنی کاهنان او را کشتند؟ عالی جناب، من گمان میکنم او به خاطر تاییدی که از تعبیر خواب یوزارسیف کرده از طرف معبد مجازات شده. نه، گمان میکنم قاتل را بشناسم. آنخماهو از کاهنان برای این منظور استفاده نمی کند. آنان خودکامگی و جنایت را به نهایت رساندند. باید فکری برایشان کرد. مردم بازیچه یک کافر بیگانه شدند. معلوم نیست با تعبیر از خواب یک فرمانروا چه خوابهایی برای این مردم بیچاره دیدند. به نام خدای مردم مصر و به نام خدایی که مصر و مردم مصر را به وجود آورده، از اینکه دعوت مرا برای حضور در این اجتماع عظیم پذیرفتید سپاسگزارم. منظور من از این دعوت یاری خواستن از شماست. ما باید برای 7 سال قحطی چاره‌ای بیاندیشیم و قطعاً اگر یاری شما مردم نباشد ما موفق به مهار قحطی نمی‌شویم. من تصمیم گرفتم همه حقایق را به شما بگویم تا خود تصمیم بگیرید. تردیدی نیست که ما باید گندم ذخیره کنیم، اما اگر من از شما بخواهم گندم مازاد بر احتیاج خود را به رایگان در اختیار حکومت بگذارید میپذیرید؟ خب معلوم است که نمیدهیم. چرا باید دسترنج خود را در اختیار حکومت بگذاریم؟ من حتی مشتی گندم هم به کسی نمیدهم. و اگر گندم به کسی رایگان میدادی مثل ما فقیر میشدید، ثروتمند نبودید. بدیهی است که حکومت گندم شما را یا باید به دینار و دبن بخرد که ندارد
یا با واگذاری زمین. بسیار خوب، ما بخشی از گندم مورد نیاز را با واگذاری زمین تامین می‌کنیم، اما سیلوها را برای نگهداری گندم با کدام سرمایه بسازیم؟ حقوق کارگزاران و کارکنان را از کجا تامین کنیم؟ از کشاورزانی که بر روی زمین خود کار می‌کنند با کدام اندوخته گندم خریداری کنیم؟ خب تو بگو، چرا حکومت اندوخته و ذخیره‌ای ندارد؟ چون حکومت مصر تصور هم نمی کرد که روزی قحطی بزرگی پیش آید و برای مهار آن نیاز به سرمایه هنگفتی داشته باشد. تردیدی نیست که هیچ راهی جز همکاری و همیاری همه مردم وجود ندارد. آیا حاضری با کمک یکدیگر خودتان را از مرگ و نیستی نجات دهید؟ خب معلوم است باید برای نجات خود تلاش کنیم. میخواهیم یاری کنیم اما نمیدانیم چگونه. من راهم را به شما خواهم گفت. ابتدا از طریق بخشودگی مالیاتی. ثروتمندان و اشراف مصر موظفند هر سال بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات در اختیار حکومت قرار دهند. ما بخشی از این مالیات را به آنان می‌بخشیم. هر کس 1 سال مالیات خود را پیش از موعد بپردازد، ما بعداً 2 سال او را از پرداخت مالیات معاف می‌کنیم. هر کس اکنون مالیات 7 سال را بپردازد، ما بعداً 14 سال از او مالیات نمی‌گیریم. این که خیلی خوب است. من حاضرم مالیاتم را پیش بپردازم. این هم به نفع ماست که 7 سال کمتر مالیات بپردازیم، هم به نفع حکومت که مشکل خود را حل می‌کند. راه دیگر این است که مثل زمان فراعنه و زمامداران پیشین از طریق حمله به کشورهای همسایه و غارت اموال آنان سرمایه لازم برای خرید گندم را تامین کنیم. بدیهی است که مردم باید در این جنگ ها شرکت کنند. یعنی پیش از آن که قحطی ما را نابود کنند با حضور در جنگ خود را نابود کنیم؟ بسیار بسیار من هم موافق جنگ نیستم. اگر از طریق جنگ مایل نیستید، خودتان مخارج لازم برای خرید گندم را تامین کنید. هر کس باید 1/5 درآمد خود را به این امر اختصاص دهد تا صرف خرید گندم شود. اگر با پرداخت 1/5 درآمد خود جنگی در بر نخواهد بود، ما حاضریم. از جنگ‌های مکرری که مردم را به کشتن می‌دهد تا ذخایر حکومت را پر کند خسته شده‌ایم. یوزارسیف با بخشیدن زمین‌های فرمانروا به کشاورزان مقدمات نهایی پیروزی معبد را فراهم می‌کند. اما مطلبی را که نباید فراموش کرد ذخیره‌سازی گندم است تا می‌توانید اضافه بر گندم‌های معبد گندم تهیه کنید. به زودی خواهید دید سرنوشت مصر را کسی به دست خواهد گرفت که گندم بیشتری داشته باشد. یعنی کاهن اعظم پیشگویی یوزارسیف را در مورد قحطی گندم باور دارد؟ به 2 دلیل. آری، اول اینکه تعبیری بهتر از آنچه که یوزارسیف برای خواب فرمانروا گفت به نظرم نمیرسد. دوم اینکه انسان عاقل جانب احتیاط را از دست نمیدهد. ما میتوانیم از فردا چند نفر از مامورین خود را مسئول خرید گندم کنیم، فقط بی جنجال و مخفیانه باشد. اگر سیلوهای معبد انباشته از گندم نباشد، در آینده چگونه میتوانیم استقلال معبد را حفظ کرده و با یوزارسیف مبارزه کنیم؟
معبدی که به نان خود نیازمند باشد بیشک در مقابل یوزارسیف به زانو در خواهد آمد. تو بمان. یک نفر را میخواهم که از اختی یک کار خطیر برایم پیدایش کن. اطاعت کن. میدانم که اکنون دیگر دیر است، اما از تو میخواهم در این لحظات آخر مرا عفو کنی. میدانم که همسر خوبی برای تو نبودم و قدر خوبی های تو را ندانستم، اما تو همیشه بزرگوار بودی. اکنون نیز در این لحظه آخر از من بگذر. ما هر دو به یوزارسیف بد کردیم. ای کاش یوزارسیف اینجا بود و از او طلب بخشش میخواستیم. چه میشد به جای آمون خدای یوزارسیف را میپرستیدیم. اگر یوزارسیف را دیدی رودامان فرمانده محافظین قصر جناب پوتیفار اجازه ورود می‌خواهند.
خداوندگار من آمنهوتپ جوان به سلامت باشد. فرمانده لشکر و رئیس خزانه‌داری پوتیفار عزیز مصر به درود حیات گفتند و راهی سفر غرب شدند. پوتیفار مرد بزرگی بود و به مصر و فرمانروایش خدمت بسیار کرد. مصر قدرت و عظمتش را مدیون فداکاری‌های اوست. از طرف ما به خاندان او و اهالی قصر تسلیت بدهید. ما در مراسم حمل پیکر او به دنیای غرب شرکت می‌کنیم. طبق سنوات دیرینه مصر، شما در مراسم پوتیفار باید جانشین او را تعیین کنید. در مراسم تشییع تصمیم خود را آشکار خواهیم کرد. فرمانده هورمهوب مناسب ترین شخص برای جانشینی پوتیفار است. برای او منصب مناسبی در نظر گرفته‌ایم. کمتر از عزیزی مصر دون شأن اوست. بگویید تخت روان مرا آماده کنند. به مراسم تشییع می رویم. ده کیسه یعنی 1000 دمه. فکر میکنم پول کمی نیست. پول خوبی است، اما نه برای یوزارسیف. من 10 برابر این را میخواهم، وگرنه میتوانید کس دیگری را برای این کار اجیر کنید. عالی جناب، عالی جناب، خبر خوبی برای عالی جناب آنخماهو دارم. پوتیفار مرد ساعتی پیش و ساعتی دیگر او را تشییع خواهند کرد. فعلا دست نگه دارید. از پیشم مخالف کشتن بودم. راه مناسبتر پیش آمده. کشتن آخرین اقدام است. در مراسم تشییع امروز آمنهوتپ باید جانشین پوتیفار را انتخاب کند و اگر غیر از یوزارسیف باشد در حقیقت بر کناری او را رقم زده است. و اما اگر یوزارسیف را به جانشینی برگزیند، ما هنوزم دستمان برای اقدام جدی بسته نیست. یوزارسیف باید از بین برود. تا مجبور نباشیم این کار را نخواهیم کرد. نبی خدا از حوادث بیرون با خبرند؟ عالی جناب پوتیفار ترک دنیا گفته و راهی دیار غرب شدند. پوتیفار مرد؟ بزرگان شهر امروز در تشییع جنازه او شرکت می کنند. خداوند بر پوتیفار رحمت آورد و از خطاهای او بگذرد. اون مرد خوبی بود. من مدیون او هستم. او برایم زحمت بسیار کشیده است.
فرمانده شجاع و برومندی است. در جنگ ها بازوی راست پوتیفار بوده. او شکست را نمی شناسد. تحور و شجاعت او سرنوشت جنگ را تغییر داده. آمن‌هوتپ باید هورم‌هوپ را به جای پوتیفار برنگیرد. هورم‌هوپ برای جانشینی پوتیفار بهترین است. اما من تردید دارم او انتخاب شود. تمایل جناب آمن‌هوتپ به سوی یوزارسیف است. پوتیفار مردی بزرگ، فرماندهی لایق و مشاوری حکیم بود. من از 40 سال خدمات ارزنده او تقدیر می کنم. او در مقام عزیزی مصر، فرماندهی لشکر و ریاست خزانه‌داری بسیار توانا عمل کرد. خدمات ارزنده او به پدرم آمن‌هوتپ سوم و سرزمین مصر فراموش شدنی نیست. من برای او در جهانی دیگر آرزوی آرامش ابدی و زندگی جاوید دارم. و از اینکه نتوانستم در اواخر عمر این مرد بزرگ از وجودش بهره کافی ببرم بسیار متاسف هستم. امروز به اراده خدایان روز شکست یوزارسیف است. هورم‌هوپ به محض حضورش یوزارسیف را از کار برکنار خواهد کرد. طبق سنت دیرینه مصر در مراسم تشییع پیکر پوتیفار من باید جانشین او را تعیین کنم. برای این منظور من کسی را لایق‌تر از یوزارسیف، یار دیرینه پوتیفار و امین مردم مصر نمی‌بینم. من از امروز یوزارسیف را به جانشینی پوتیفار منصوب کرده و او را عزیز مصر می‌خوانم. و از آنجا که هورم‌هوپ نیز فرماندهی لایق و با شهامت است، به سمت فرماندهی لشکر منصوب می شود. امیدوارم
هر دو به خوبی از عهده اداره امور مصر برآیند و موجب اقتدار روزافزون سرزمین کهنسال مصر شوند. یوزرسیف یک بیگانه است، اما هورنهوب فرزند این آب و خاک است. یعنی فرمانده هورنهوب از این پس تحت امر یوزرسیف عمل کند؟ این تصمیم عاقلانه نیست. اینم برای پیشبرد مقاصد خود به اینجا آمدم. با تشییع پیکر جناب پوتیفار هم کاری ندارند. اجازه دهید حرکت کنیم. بگذار این زالوها در هم بلولند. برویم. حرکت بکنیم. راه چاره همون است که ابتدا میرفتیم. نینفل کپتان رو خبر کن. جناب هورنهوب، این منصفانه نبود. شما باید جانشین جناب پوتیفار بشید. شاید گفته شما صحیح باشد، اما درست که فکر میکنم میبینم من یک نظامی هستم. نه از کشاورزی سررشته دارم و نه در خزانه‌داری تجربه. پس باید اقرار کنم که جناب آمنهوتپ بهترین جایگاه را برای من انتخاب کرده است. با این وضع شما باید هم فرمانده لشکر مصر باشید، هم فرمانده محافظین قصر. همینطور است. راستی برازنده این دو پست است. پوتیفار مرد بزرگی بود، رحمت خداونده. اما شما از او رنج بسیار کشیدید و سالهای طولانی عمر خود را گوشه زندان سپری کردید. اما هنوز او را ارج می نهم و از او کینه‌ای به دل ندارم. ای کاش می توانستم او را به دین جدم ابراهیم خلیل دعوت می کردم. خداوند او را ببخشد و قرین لطف و رحمت خویش قرار دهد. حرکت کنید.
این گریه و اندوه بیفایده است. آنگاه که باید به پوتیفار فکر میکردی نکردی، آنگاه که باید او را دوست میداشتی نداشتی. کسی را از مرگ گریزی نیست. اگرچه من از مرگ او اندوهگینم، اما بیش از آن آزاری که به او داده ام مرا اندوهگین می‌کند. من با پیروی از خواسته نفس بسیار پوتیفار را آزردم. همه اینها را از جانب یوزارسیف می‌دانم. چقدر شما را بیم دادم. گفتم که کانون گرم زندگیتان را از بین خواهد برد، اما شما گوش نکردید. نه، یوزارسیف گناهی نداشت. این من بودم که برای او دسیسه کردم. گناهکار منم. من هم به پوتیفار بد کردم، هم به یوزارسیف. یوزارسیف یک بیگانه است، نباید بر مقدرات ما مسلط شود. او رشد یافته و تربیت شده مصر است. هم دلسوزتر از ما به مقدرات ماست، هم تواناتر از همه ما به اداره امور. چرا هورمهوب را به جانشینی پوتیفار انتخاب نکردی؟ بانو، هورمهوب یک نظامی است. توان اداره امور کشاورزی و خزانه‌داری مصر را ندارد. فرماندهی لشکر مناسب ترین جایگاهی است که فرمان روا منصوب کردند. شما همگی کافر شده اید، هم تو، هم شوهرت و هم یوزارسیف. شما به خدایان مصر و آیین آمون ایمان ندارید. همگی علیه کاهنان و معبد متحد شده اید. عالی جناب یوزارسیف عزیز مصر وارد می شود. درود بر فرمانروای مقتدر و رئوف مصر. درود بر یوزارسیف حکیم عزیز مصر. از اینکه جناب فرمانروا مرا لایق جانشینی پوتیفار دانستند سپاسگزارم. وقتی خداوند شما را برای مسئولیت سنگین رسالت برگزیده، من چگونه غیر شما را برای اداره امور مصر انتخاب می‌کردم؟ شما لیاقت بیش از اینها را دارید. شما مدیر و مدبر، دانا و حکیم و معتمد و امین من هستید. چه کسی را برای اداره امور مصر و گذر از بحرانی که در پیش رو داریم لایق‌تر و توانمندتر از شما انتخاب می‌کردم؟ از الطاف جناب فرمانروا سپاسگزارم. با امیدوارم که حق این اعتماد را به درستی ادا کنم. چند گونی از این گندم ها داری؟ فکر میکنم 100 گونی. میتوانی باز هم تهیه کنی؟ هر چقدر بخواهی. سکه باشد تهیه گندم مشکلی نیست. قیمت؟ در این چند روز قدری گران شده است. خیلی از ثروتمندان شهر مثل شما به فکر ذخیره سازی افتادند. هر گونی 50 دبن. ما برای هر گونی 5 دبن بیشتر میدهیم. هر چه میتوانی تهیه کن و به سیلوهای معبد تحویل بده و دبنهای خود را دریافت کن. این هم پیش پرداخت. مابقی موقع تحویل. امروز ما شاهد خرید گندم در سطح گسترده بودیم. هم کاهنان به فکر ذخیره سازی افتادند
و هم متمولین به فکر منفعت طلبی. پس این هورمهوب چه می کند؟ چرا مانع اخلالگری مشتی فرصت طلب نمی شود؟ آنها خوب فهمیدند که جنگ آینده جنگ گندم است، ولی من چندان مخالف این ذخیره سازی نیستم. کاهنان و ثروتمندان با این ذخیره سازی زمینه شکست خود را فراهم می کنند، ولی اگر ما درست ذخیره سازی کنیم زمینه شکست آنان را فراهم می کنیم. باید اقرار کنم که منظور شما را به درستی درک نمی کنم. چگونه است که ذخیره گندم برای کاهنان شکست به همراه دارد ولی برای ما موفقیت و پیروزی؟ علت چگونگی ذخیره سازی است. آنگونه که آنها گندم را نگه می‌دارند بیش از 2 سال دوام نمی‌آورد و آفت گندم را از بین می‌برد. اما ما می‌توانیم با روش خود 7 سال گندم را سالم نگه داریم. یوزارسیف به گونه‌ای سخن می‌گوید که مدام بر ابهام و استعجاب ما افزوده می‌شود. من راز ذخیره سازی گندم را تا کنون به کسی نگفتم و این رمز را از خدایم آموختم. اگر جناب فرمانروا اصرار دارند خواهم گفت، ولی اگر به من اعتماد دارند بهتر است این راز نزد من بماند. من به شما اطمینان دارم. اگر صلاح نمی‌دانید نیازی به گفتن نیست. آرزوی من شکست ارباب معابد، نابودی آمون و آیین احمقانه اوست. چگونگی رسیدن به این مقصود با شما؟ من به شما اطمینان می‌دهم که همان سالهای آغازین قحطی و خشکسالی آغاز شکست کاهنان و ثروتمندان شود. من از کودکی شاهد خودکامگی و سبکسری کاهنان و متولیان معبد آمون و دیگر معابد بودم و روز به روز بر نفرتم از آنان افزوده می شود تا زمانی که آمون آن اخماهو و دیگر کاهنان را از اریکه قدرت به زیر نکشم آرام نخواهم نشست. با شما هم عقیده‌ام و برای رسیدن به مقصود پیشنهاد می کنم که ابتدا ارکان بقای آمون را از بین ببرید و سپس آمون را. با آن 2 رکن است: پایگاه مردمی آمون و ثروت انبوه معابد. تا این 2 رکن باقی است آمون و کاهنان معبد نیز باقی هستند. من آن زمان را دور نمی بینم، زمان انحطاط معابد و خدایان را. خشکاندن ریشه آن اخماهو به این سهولت نیست. آنان به همه جا نفوذ کردند. من حتی به مادرم بانوتی هم اعتماد ندارم و همیشه نگران این هستم که مبادا اولین ضربه را او به من وارد کند. این یک مبارزه است جناب فرمانروا. جاسوسی و خبرچینی امری بدیهی است. حتی احتمال دست زدن به سوء قصد و جنایت نیز منتفی نیست. همانطور که در گذشته کاهنان قصد جان فرمانروای فقید و همه خانواده را داشتند. جناب یوزارسیف، شما برای مبارزه با عوامل معبد و قصر چه تدبیری اندیشیدید؟ ابتدا شناسایی عوامل معبد در قصر که تقریبا شناسایی شدند و سپس زیر نظر گرفتن و در صورت لزوم برخورد یا حذف آن. نه، من با قلع و غم و کشتار موافق نیستم. منظور جناب یوزارسیف کشتن نیست، یعنی نیازی به کشتن نیست. فقط میتوان از قصر اخراجشان کرد. گفتید عوامل معبد را در قصر شناسایی کردید؟ آری بانه بزرگ، به زودی آنها را معرفی خواهیم کرد. جای نگرانی نیست. وقتی از قصر خارج شد به نینیفر کپتا خبر بده. تو را از کجا پیدا کنم؟ من همیشه اطراف قصر هستم. چشم بگردانی مرا خواهی دید. در فرصت مناسب کار را تمام کن. نگران نباشید، ما بقیه کار با من. فراموش نکن ما اصلا یکدیگر را نمی‌شناسیم. مطمئن باشید عالی جناب.